امام ابو حنیفه میگوید که نحن نقر، ما اقرار میکنیم که الله بر عرش مستوی های. برای چی شما میگریزید و معنی مستوی بودن ترجمه نمیکنیتون برای مردم؟ شما میگید ما با پیروی از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگوییم که اقرار میکنیم این صفت الله های. پس اگر امام ابو حنیفه گفته باشد که ما اقرار میکنیم به استوای الله، امام ابو حنیفه به یگون چیزی مجهول اقرار کردگی های یا یگون چیزی معلوم؟ یعنی امام ابو حنیفه میگوید که من اقرار میکنم که الله بر عرش مستوی های، یعنی امام ابو حنیفه یگون چیزی مجهول اقرار کرده ایستاده یا که یک چیزی معلومه؟ چیه وای؟ ابو حنیفه چرا اقرار کردنی های؟ چرا میگوید که ما مقر هستیم؟ نحن نقر، یعنی ما قبول میکنیم، ایمان داریم. به چی ایمان دارد امام ابو حنیفه؟ به یگون چیزی موهوم و یگون چیزی خیالی های یا که یک چیزی معلومه هست؟ ایمان وای سبحان الله. والله شما پیرو امام ابو حنیفه نیستید، چون شما دروغ میگویید از نام امام ابو حنیفه. امام ابو حنیفه میگوید من ایمان دارم که الله بر عرش مستوی های. خب امام ابو حنیفه به چی ایمان دارد؟ چیه وای استوا چیه؟ نخواد که امام ابو حنیفه به یک چیزی نامعلوم ایمان داشته باشد؟ بعد شما بیایید امروز برای مردم شرحش دهید که وای چیه؟ کلام الله مگر یگون چیزی مجهوله؟ الله میگوید علی العرش استوا، این کلام الله های. نخواد که تو به مردم از خدا دیده مهربانتر باشی؟ یا الله برای بندهاش زلالت میخواهد که قول خودش قولی نامعلوم کرده؟ تو بدبخت امروز میبیایی برای مردم گویا که کلام الله شرح میدهی، از خدا دیده به بندهاش غمخوارتر هستی تو؟ امام مالک رحمت الله علیه، ما چندین بار همین گپ میگوییم که امام ابو حنیفه مثل دیگر امام های اهل سنت و الجماعت در عقیده اهل سنت و الجماعت بودند. شما شرمنده کردید مذهب امام ابو حنیفه را کذابا، لیکن امام ابو حنیفه عیناً همون عقیده دارد که امام مالک داشت، عیناً همون عقیده دارد که عبدالله ابن مبارک داشت، حسن بصری داشت، اوزاعی داشت، همون عقیده که امام احمد ابن حنبل داشت. امام مالک درباره استوا چی میگفت؟ الاستواء معلوم والکیف مجهول، یعنی استوا یک چیزی معلومه، چگونه بودنش نامعلومه. شما باشید کذابا خودی استوا رو نامعلوم کردید برای مردم. اگر راست میگفته باشید که شما پیرو امام ابو حنیفه هستید، شما عقیده اهل سنت و الجماعت دارید، برای مردم گویید که آخه استوا چیه؟ کلام الله شرح دید، آخه کلام الله فقط ترجمه کنید آخه برای مردم. اگر از شما پرسیده شود که معنای استوایی که خدا درباره خودش خبر میدهد چی هست، میگید یا آیت متشابهات ما در این داخل نمیشویم. شما کذابید. شما یا آیت متشابهات میبود اگر الله در 7 جای قرآن نازلش میکرد. اگر الله درباره خودش اگر مردم تعلیم ندهد، بنده هاش درباره خودش معلومات ندهد، شما باشید میبید امروز خدا رو میشناسونید به مردم، یعنی برای مردم. الله میگوید من بر عرش هستم. در 7 جای قرآن استوای خودش ذکر میکند، علوی خودش ذکر میکند، بالای عرش بودن خودش ذکر میکند. شما باشید میگید استوا این متشابهات ما این معنی نمیکنیم. ابو حنیفه میگه من ایمان دارم، شما باشید میگید بله ما ایمان داریم، نه که چی ایمان نمیدونیم. به چی ایمان داری تو بدبخت؟ تو اهلی چی هستی تو؟ صفات های الله میگوی من قبول دارم، کدامش قبول داری؟ استوا را چه قبول دارم میگوی شرم نکرده، وقتی که معنیش بعدا انکار میکنی چه قبول کردن؟ معنای قبول کردن یک چیز این نیست که تو لفظش قبول کنی گویی که ها من قبول دارم این آیت وجود دارد، لیکن که چیش قبول داری گفتگی و میگه نه اینا شما نمیدونیم که ایناش متشابهاته. سخنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم متشابهات میگویتون شرم نکرده. الله شماها را خار کند، شماها را که از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ میگویید به مردم. پیغمبر از من شما مهربانتره. پیامبر وقتی که هر یک سخنی که از زبانش میبراید تمامی جنبهاش به نظر میگیرد که برای امتش زلالت نشد این سخن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اون دخترچه را پرسید که الله در کجا های، شما امروز میگوید که پیغمبر مقصدش دیگر چی بود. الله خار کند انسانی را که امروز بعدی پیامبر بعدی 1400 سال میبیاد و سخنی پیامبر میخواهد که دیگرگون کند، میخواهد گوید که پیامبر چیکار کرد؟ پیامبر صراحتا سخن کردگی نیست. پیامبر وقتی که در اینجا سخن گفت
پیغمبر برای جاهلا سخن گفت میگوید شما شرم نکرده درای تفسیراتونو ببینید شرحاتونو ببینید شماها را میگید بهتر میبود که پیغمبر دیگر خیلی میگفت و پیغمبر این سخنش برای جاهلا گفته گیای این طور شما درباره محمد صلی الله علیه و سلم سخن میکنید با شرم نکرد میگید ما اهل سنت و الجماعت ما مسلمانیم ما پیروی محمدیم شما از پیامبر دیده خودتون برای این امت مهربانتر قرار دادید که گویا شما سخنهاتون فکر میکنید که سبب گمراهی مردم نشد یکی محمد صلی الله علیه و سلم فکر نمیکرد اگر همین طور نباشد مرد شوید این سخن پیامبر قبول کنید پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال داد روشن آشکار سوال داد که خدا در کجا ہے اون دخترچه اون کنیز چی جواب داد گفت الله در آسمان ہے کجا میگریزید این سخن غیر از این باطل خطی تعویل کردن نخواد که پیامبر از شما دیده برای امتش غمخوارتر نباشد نخواد که پیامبر برای امتش از شما دیده یعنی از خطری خطا فهمیدن برحذر نباشد پس معنی این سخن این است که خلاصه این است که محمد صلی الله علیه و سلم هیچ وقت سخن بازی نکرده در این جس صراحت و آشکار گفته که خدا در کجا ہے اون کنیز جواب داد که الله بر آسمان ہے و پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم کرد که آزادش کن معاویه این کنیز مؤمن است این ایمان دارد شما دروغ میگویید که استوا را قبول دارید شما دروغ میگویید که بر آسمان بودنی الله قبول دارید والله دروغ میگویید شما فقط سخنها را ظاهرش برای خاطر فریب کردنی مردم میگید که ما قبول داریم استوا را ما استوا را قبول داریم لیکن اگر پرسن تو استوا چی است میگریزید از شرح دادن از بیان کردن از حتی ترجمه کردن کلام الله به خاطر چی به خاطر که وقتی که ترجمه کردید شرمندگیتون معلوم میشود برای همین شما ترجمهش نمیکنید شما میگریزید میگید اینا آیات متشابهات هستند پس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که میگوید ما اقرار داریم به استوای الله عزوجل به یک چیزی معلوم ایمان دارد وای نه این طوری که شما میگوییتون و امام مالک رحمت الله علیه وقتی میگوید که الاستواء معلومون و میدوند چیه معلوم بر بالای عرش بودنی الله معلومه اما چگونه بودنش نامعلومه و استقرار و این است و اون است و ششتگی هست و حاجت دارد این و آن اینا همش چی هستن مسئله های دیگر هستن شما میبیارید در اصلی مسئله واردش میکنید این است برادر عزیز مسئله که اینها نادرست میفهمند اینها مردم فریب میکنن اینها از نام امام ابو حنیفه خودشان حنفی میگویند و با عقیده امام ابو حنیفه مخالف هستند و ما باری دیگر تکرار میکنم در آخر که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در مذهب اهل سنت و الجماعت بود اثبات میکرد صفاتهای الله در مذهب بود که امام مالک بود شافعی بود احمد ابن حنبل بود عبدالله ابن مبارک بود سفیان ثوری بود سفیان ابن عیینه بود امام بخاری بود امام مسلم ترمذی ابو داود در مذهب همین ها بود عبدالقادر جیلانی اینا همش در یک عقیده بودن عقیده اهل سنت و الجماعت که اثبات صفات ها هست اما اینها پیروی اهل سنت و الجماعت نیستند اینها در اسماء صفات الله عزوجل در مذهب اثبات نیستند اینها تأویل و تفویض میکنن تفویض چی است تأویل این که میگریزن سخن بازی میکنن تفویض چی است تفویض این که آیت میخونن ظاهریشو با میگن این معنی ندارد نه که معنیش خدا خودش میدونه پس الله عزوجل برای چی آیت نازل کرد درباره خودش چه خبر داد بعد محمد صلی الله علیه و سلم درباره الله مگر خبر نداده که شما میگید تفویض کنیم اینا همش خودش میدونه روز قیامت معلوم میشن پس امام ابو حنیفه برای چی میگوید من ایمان دارم اقرار میکنم امام مالک برای چی میگوید نباشد که استوا معلومه اگر تفویض باشد چیش معلومه نباشد این است برادر جان جوابی شبهه‌ای که اینها مطرح میکنن